بیشتر با کسانی معاشرت کنید که با شما آینده مشترکی دارن، نه گذشته مشترک. جامعه موفق جامعه است که بیشتر به فکر آینده فرزندان خودشه تا گذشته پدران خودش. دومین نکته‌ای که باید عرض کنم این است که توانایی اعتراف به اشتباه اولین قدم برای جبران ناتوانی هاست. سومین نکته این که شکست در تحقیق هزار شرف داره بر موفقیت در تقلید. چهارمین نکته این که از زندگی هرچه که لیاقتش رو داری به تو میرسه، نه هرچه که آرزوشو داری. و لیاقت ها درست خیلی قشنگ میگی. و لیاقت ها فقط در میدان رقابت ها خودشون رو نشون میدن. پنجمین نکته‌ای که عرض کنم این است که عادت های ما یا بهترین خدمتکاران ما هستند یا بدترین اربابان ما هستند. سعی کنیم انشاءالله در سال جدید عادتهای خوبی رو پیشه کنیم. ششمین نکته این که قفس‌ها باور کنید، به باور من، به باور قلبی من، قفس‌ها از آهن ساخته نمیشن. قفس‌ها فقط از فکر و خیال و توهم و اضطراب ساخته میشن. این رو به خاطر بسپاریم. اگر گویی که بتوانم قدم در نه که بتوانی، و اگر گویی که نتوانم برو بنشین که نتوانی. فکر نمیذاره. خیلی حواست باشه که این رو درست کنی. اگر گویی که بتوانم قدم در نه که بتوانی، و اگر گویی که نتوانم برو بنشین که نتوانی. فکر زنجیر کنی یا پرواز در همان میمانی.